امروز میخوام بهتون یه دریبل اسپانیایی یاد بدم که توی ایران خودمون به یپا دوپا معروفه. لا کروگتا. در واقع اسم این دریبل از یک غذای اسپانیایی میاد که من هنوز ارتباط بین غذا و فوتبال رو نفهمیدم، اما هر چی که هست تو زمین میتونه بهت خیلی کمک کنه. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. در قدم اول از داخل پا برای حمل توپ به سمت پای مخالف استفاده کنید. قدم دوم، یادتون باشه هنگام ارسال توپ پاتون باید توپ رو هول بده و توپ رو دنبال کنه. در قدم سوم، پس از ارسال توپ به سمت پای دیگه با داخل پای دریافت کننده یک ضربه بزنید و توپ رو به سمت دیگه هدایت کنید. ضمناً به یاد داشته باشید پس از ارسال توپ پای ارسال کننده یک پرش کوچک انجام میدهد. و اما بریم سراغ نحوه تمرین. شما میتونید با چیدن چند تا مانع توپ رو طبق آموزش هایی که الان دیدید در بین موانع رد کنید. لزومی هم نداره حتما مانع ورزشی باشه. شما میتونید با چیدن چند تا سنگ هم این تمرین رو انجام بدید. همچنین شما میتونید با سرعت به سمت مانع برید و این دریبل رو انجام بدید. همه مانع رو دریبل بزنید، بعد با سرعت برین سراغ آخرین مانع، اون هم دریبل بزنید و بعد شوت کنید. این تمرین هم بر شوت و هم بر تسلط شما بر توپ تاثیر مثبتی میذاره. بچه‌ها این دریبل رو باید زمانی انجام بدید که فاصله شما با حریف خیلی نزدیکه و هر چقدر هم پاهاتون سریع‌تر باشه حریف راحت‌تر گول می‌خوره. پس تا میتونید تمرین کنید. این بوده از ویدیو امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه و براتون مفید واقع شده باشه. برای حمایت من میتونید این ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید و برای من این زیر کامنت بذارید. تا ویدیو بعد، فعلا خدا نگهدار.